الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، ما در آمدی روز عرفه قرار داریم. یعنی پگاه روز عرفه هست. نهم روز ذوالحجه، یک روز پیش از عید رو روز عرفه میگن. امروز روز عرفه به خود یک مکانت و قدر و همت و بزرگی دارد. خداوند در قرآن به این روز قسم یاد کردن و شفع و الوتر. عبدالله ابن عباس گفتن مراد از شفع این روز نحر هست و الوتر گفتن روز عرفه هست. عبدالله ابن عباس گفتن امروز عرفه روزی هست که آخران سوره قرآن، آخران آیت قرآن نازل شدگی بود. استعیذ بالله الیوم اکملت لکم دینکم. امروز ما دینی شما را پره کردیم. روز عرفه روزی هست که برادران عزیز یکی از ارکانهای حج هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن الحج هو عرفه. حج ای خود عرفه هست. یعنی اگر حاجیان همین قدر زحمت و مشقت میکشن حج میرون، اگر روزی نهم ذوالحجه در همون عرفه اگر نیستن، عرفه اگر از اونها فوت شود، حج اونها خواب باطل می شود و اونها باید از سر حج بکنن. روز عرفه برادران عزیز روزی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن، حدیثی که مادرمان حضرت عایشه صدیقه روایت میکند، گفتن ما من یوم اکثر یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. هیچ دیگر روزی نیست که خداوند اهل دوزخ را زیادتر از دوزخ آزاد کند از روز عرفه دیده. یعنی در روز عرفه به نهایت خداوند اهل دوزخ را از دوزخ بیرون میکند. و یکی از چیزهایی که برای خود و برای شما خواستم که تذکر بدیم، توصیه بدیم برادران عزیز، روزه گرفتنی روزی عرفه. یعنی پگاه روزی پنجشنبه می شود و روزی نهم ذوالحجه می شود و کدامی که ذره اگر امکانیت داشته باشد روزه بگیرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک چی گفتن؟ نظر بکنید. اگر من امید دارم که هر یکی ما و شما این حدیث را بشنویم، اگر که سلامتی من خوب باشد، قدرت و قوت روزه گرفتن داشته باشیم، این امکانیت را از دست نمیدیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و سنه التي بعده. روزه روز عرفه امید دارم که کفارت یک سال بعد و یک سال پیشینه می شود. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که کدام روز عرفه نهم روز ذوالحجه روزه میگیرد، من از خداوند امید دارم، یعنی من باوری دارم که پروردگار 2 ساله گناه انمو بنده میبخشد. 1 سال گذشته گناهی کرده بود و 1 سال آیند گناهی میکند. خداوند با لطف و کرمش گناهی این بنده رو میبخشد. یعنی برادران عزیز این امکانیت ببین، 1 روز روزه میگیری، خداوند گوییم 600 روزه گناه تا میبخشد. سبحان الله. این امکانیت را از دست ندهید برادران عزیز. و در این روز عرفه زیاد و زیاد پایبند دعا شوید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن خیر الدعاء دعاء یوم العرفه. بهترین دعا دعای روز عرفه هست. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. و بهترین گویم چیزی که من و پیش از من پیغمبرها گفتن امین ذکر بود، امین دعا بوده که الان ذکر کردیم. و در روز عرفه دعای بندگان قبول می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن روز عرفه در همون گویم خباب وادی عرفه هیچ یک دعای نیست که نزد خداوند قبول نگردد. یعنی در روز عرفه دعا کنید، دعاهاتون ان شاء الله نزد پروردگار
مقبول میگردد. این بود یک چند گوییم تذکرات و یک چند یادرس کردنی که من خواستم برای بسم شما برسانم برادران عزیز که این امکانیت و این فضل و این گوییم هدیه پروردگار را ما از دست ندهیم و پگاه 9 روز ذوالحجه را با همین توصیه‌ای که من به سمع شما رساندم اگر که اینها رو در حیات خود پیاده کنیم ان شاء الله ما بندگان نیکبخت و بندگان گوییم مغفور نزد خداوند به حساب بیاریم. خداوند یکایکتون نگهدار باشد و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.